سلام رفیق، امیدوارم حالت عالی باشه و هر جایی هستی، هر لحظه ای که این ویدیو رو میبینی تنت سلامت و زندگیت پر از آرامش و پر از اتفاقای خوب باشه. داداشتون میلاد توی این جلسه میخواد باهاتون راجع به بحث الگوهای برگشتی صحبت بکنه. بچه‌ها، زمانهایی که اینا همشکلی هایی که توی بازار اتفاق میافتد، اصلا دلیل این که تحلیل تکنیکال به وجود آمده هست این است، یعنی یک سری شماتیکی همیشه توی بازار اتفاق افتاده، این اومده سبک‌های تکنیکال رو ساخته. خب حالا این توی سبک‌های مختلف میاد براشون یک سری چی میگن اسامی رو گذاشتن و یک سری قلق تعیین کردن که برامون بهتر جا بیفتد. اینجا من چند تا الگو رو بهتون یاد میدم. خب الگوهای برگشتی مثلا الگوی تری درایو یا الگوی سقف دوقلو که ترکیبشون میکنیم با RSI. اوکی، اینجا ما الگوی که راجبشون یاد میگیریم معمولا روی اون پیارزتا و روی اون سطوح مهمی که پیدا کردیم اتفاق میفتن و به ما نشونه های برگشت و تغییر روند رو میدن. به خاطر همینم اسمشون هست الگوهای برگشتی، یعنی الگوهایی که تغییر روند تو بازار ایجاد میکنن. اوکی، اینا رو میایم با همدیگه راجبشون یاد میگیریم. یه الگوی تکمیلی هم بهتون یاد میدم، الگوی FTR، که این هم یک الگوی برگشتی است و در واقع یک روشی برای شناسایی سطوح استاتیک خیلی مهمه. خب سطوح برگشتی تو قیمت هم خیلی مهمن اینا. این دوتا رو هم با هم دیگه راجبشون صحبت میکنیم. اوکی، 2-3 تاست مطلب تو این جلسه، اینا رو هم با هم دیگه میبندیم، کامل یادشون میگیری و تو 2 جلسه آخر که 2 جلسه بعدی 2 جلسه آخر این استراتژی هامونه کامل میام برات استفادهشون میکنم، ترکیبشون میکنم، میگم آقا اینجوری اینا رو بذار کنار هم دیگه، این شکل، این اتفاق، برو وارد معاملش. بیا رو صفحه نمودار راجع به الگوهای برگشتی و بعدش FTR با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بریم سراغ الگوی برگشتی سقف دوقلو یا کف دوقلو، دبل تاپ یا دبل باتم و همچنین الگوی تری درایو. اوکی بچه‌ها، ببینید مرحله، حالا من اینجا یه سری تریک ها و یه سری موضوعاتی که مربوط به RSI هم میشود و تکمیلیه اینجا بهتون میگم که با هم دیگه قشنگ راجبشون صحبت بکنیم. موضوع اول که نکته خیلی خیلی مهمی وجود داره، حالا من شماتیکشو براتون بکشم بچه‌ها که شماتیکش بهتون توضیح بدم. ببینید بچه‌ها، این الگوی سقف دوقلوست. اوکی، این هم الگوی کف دوقلوست و خدمت شما عرض بکنم این شماتیک الگوی تری درایو هست. در سقف این هم شماتیک الگوی تری درایو هست در کف. اینجا پیارزد است، اینجا پیارزد. ببینید بچه‌ها، این الگوها رو شماتیکش رو دارید میبینید. نکته‌ای که براش وجود داره، اسم این الگوها روشونه، بهشون میگیم الگوهای برگشتی. الگوی برگشتی یعنی چی؟ یعنی الگویی که داره تو بازار من تغییر روند ایجاد میکنه. پس از همین موضوع ما یک مفهوم خیلی مهم رو استخراج میکنیم. اونم چه مفهومی؟ این که آقا این الگوها زمانی اعتبار دارند که ما در محدوده پیارزد یا در محدوده قیمتی باشیم که پتانسیل تغییر روند دارد. یعنی ما بیایم هر جای بازار 3 تا سقف این شکلی ببینیم یا 2 تا سقف این شکلی ببینیم به این معنا نیست که این الگو اتفاق افتاده و جواب میده. نه، الگوی من الگوی برگشتی است، الگوی تغییر روند است. پس اگر قرار باشد این الگو جواب بدهد، باید حتما در نقطه پیارزد اتفاق بیفته تا اصلا جواب بده. اوکی، این پس از نکته اول و نکته خیلی 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 مهم. حالا ما اینجا یک الگوی سقف دوقلو داریم. پس گفتیم آقا این قیمت، قانون اول اینجا پیارزد، قانون دوم اینه که ما 2 تا سقف برابر یا توی یک محدوده خیلی باریک با هم دیگه داشته باشیم و RSI ما
بیاد و واگرایی نشون بده. یعنی چی؟ ما توی RSI جلسه قبلی که با هم صحبت کردیم گفتیم که قیمت و RSI رفتاری ناهمگون با همدیگه انجام بدن. پس RSI من یا دو تا سقف برابر بزنه، یا یعنی قیمت من دو تا سقف برابر بزنه، یا بیاد سقف بالاتر بزنه و RSI من دو تا سقف پایین تر داده باشد، اینجا واگرایی من اتفاق افتاده. حالا این یه الگوی پرتکراره. وقتی که دو تا سقف با هم برابر باشن الگوی سقف دوقلو شکل میگیره. حالا این الگوی سقف دوقلوه بچه‌ها، این اگر ما قیمت رو در نظر بگیریم که این شکلی باشد، خب یه حالت کلاسیک وجود داره. این نقطه رو بهش میگن خط گردن. خب خط گردن، حالت کلاسیک میاد میگه آقا این خط گردن شکسته شد، شما بیا وارد معامله شو. خب نقطه ورودت میشه اینجا، استاپ لاست میشود پشت این سقف، تارگتت هم میشود به اندازه عرض این، یعنی یک ریسک بریوارد 1:1. اینجا محدود نقطه ورودت، اینجا پشت این سقف استاپ لاست، اینجا هم تارگتت. این حالت کلاسیکشه. ولی حالا من با RSI که ترکیبش میکنم به شما قلق بهترش رو میگم. این که ما توی قیمت دو تا سقف برابر شکل دادیم، اوکی، در محدوده پیارزه. RSI ما اومده و دو تا سقف پایینتر شکل داده است، اوکی، واگرایی منفی ما، آردی منفی ما شکل گرفته. خب حالا ما اینجا کلا اینی که بهتون میگم توی بحث واگرایی برای همه کاربرد دارد. میاد میگه زمانی شما میتونی بگی واگرایی تایید شده است که موج آخری که واگرایی رو ایجاد کرده توی قیمت، این موج آخریه که واگرایی رو ایجاد کرده دیگه. موج آخری که واگرایی رو ایجاد کرده شما میای یه فیبو روش میندازی، یه فیبو روی میندازی روی موج آخری که واگرایی رو ایجاد کرده. حالا اگر سقفش هم بالاتر بود و واگرایی داده بود، روی این موج یه فیبو میندازی، صفرش اینجا، یکیش اینجا. وقتی که 38% این موج رو قیمت من برگرده، واگرایی من تایید شده است. پس حالا من الگوی سقف دوقلوم رو دیگه به جایی که بیام رو خط گردن وارد معامله بشم، اینجوری وارد معامله شو. خورده به پیارزت، واگرایی رو داده، لول 38.2 رو که اصلاح کرد، اینجا برای تو RSI تایید میشه. اینجا میشه نقطه ورودت، این پشت میشه SLت. تارگتت کجا بود؟ تارگتت 2 برابر این عرض بود دیگه، درسته؟ این تارگتت اینجاست. اینجا هم میشود تارگتت، اینجا نقطه ورودت، اینجا استاپت. ببین ریسک بریواردت چقدر عوض شد. اون توی حالت قبلی، تو حالت کلاسیک ریسک بریوارد تو 1:1 بود، ولی اینجا ریسک بریوارد تو 1:2 1:3 ریسک بریواردهای خیلی بزرگ میتونی بگیری. پس تاییدیه RSI موج آخری که واگرایی رو ایجاد کرده، اگر 38%ش رو قیمت اصلاح بکنه، واگرایی ما تایید شده است. یه مورد دیگه هم توی واگرایی داریم بچه ها، بذارید اینجا مثلا. حالا من نمیدونم اینجا واگرایی شکل گرفته تو قیمت یا نه، چیز دیگه ای میخوام بگم. واگرایی هایی که فرض کن این یه تیکه رو ببین در نظر بگیر، فرض کن اینجوری باشه. خب این دوتا سقف بالاتر، این دوتا سقف پایینتر. قوی ترین مدل واگرایی اونیه که یه دونش تو محدوده اشباع باشه، یه دونش تو محدوده بنفش. این میشه قوی ترین مدل واگرایی. مثلا این اگر واگرایی بوده باشه، یکیش اینجاست، یکیش داخله، اوکی. این میشود قوی ترین مدل واگرایی. پس این راجب الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو با هم دیگه کامل صحبت کردیم. این سقف دوقلوش بود، اینم کف دوقلوش. اینجا باید پیارزت باشد. توی RSI ما باید واگرایی داشته باشیم.
38% این موج رو که اصلاح بکنه تو میتونی وارد معامله شی، استاپ تو بذاری این پشت، تارگتت هم اینجا، یه ریسک بریوارد خیلی خوب، معامله خودت رو باز بکنی. اینم الگوی کف دوقلو. پس نکاتش رو یه بار با هم مرور بکنیم. اولا الگو برگشتیه، پس ما باید جایی باشیم که پیارزد باشد، پس تو نقطه ای باشیم که قیمت پتانسیل تغییر روند داشته باشد. این یک. دو، سقف نزدیک به هم یا کف نزدیک به هم یا برابر داشته باشیم. 3، واگرایی داشته باشیم. 4، برای ورود به تاییدیه واگرایی موج آخری که واگرایی رو ایجاد کرده 38%ش اصلاح بشه تاییده. اوکی، این از حالا الگوی بعدیمون که شماتیکش رو براتون کشیدم، الگوی تری درایو. یک شماتیک پرتکراری داخل بازار که بذار اینجوری برات بکشمش. قیمت اومده یه سقفی ساخته، یه اصلاحی کرده، بعد اومده یه سقف دیگه ای ساخته، یه اصلاحی کرده، بعد اومده یه سقف دیگه ای ساخته و روند برگشته. این الگوی تری درایو. مفهومش رو بخوام بهت نشون بدم چیه؟ ببین، از این کف حرکت من آغاز شده، یه موج بزرگ اومده سقف ساخته. از این کف اومده یه حرکت ساخته، یه سقف ساخته، موج ساخته. این موج از این موج کوتاه‌تره. دوباره اومده یک کفی رو ساخته، از این کف اومده یک سقفی رو ساخته. این موج از این موج دوباره کوتاه‌تره. 3 تا سقف متوالی ما توی بازار داریم که این حرکت ها و این امواجه هی داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می شود. این به من تو خود قیمت چی داره میگه؟ اصلا مفهوم این الگو چیه؟ اینه که آقا موجه داره کوتاه میشه یعنی روند داره ضعیف میشه. اوکی. حالا این رونده که داره ضعیف میشه تو RSI هم به ما نشانه میدهد، یعنی توی RSI ما 3 تا سقف پایینتر رو داریم. RD منفی ما با 3 تا سقف پایینتر است. قیمت 3 تا سقف بالاتر، RSI 3 تا سقف پایینتر. تاییدیه بعدی. اوکی. از همه مهمتر اینجا باید پیارزد باشد. اوکی، اینجا باید پیارزد باشد. حالا از هر دیدگاهی، فیبوناچی، پرایس اکشن، هر چیزی. اینجا پیارزد باشد، واگرای منفی رو داشته باشیم و توی RSI هم معمولا این شکلی قوی ترین حالتش اینجوری میشه که 2 تا سقفش اونجا باشه، سقف سوم تو محدوده 30 تا 70، یعنی 2 تاش توی اشباعه، سومیه که میاد تو محدوده بنفش اتفاق میفته اینو میرزونه. و تاییدیش برای ورود به معامله، موج آخری که واگرایی رو ایجاد کرده و تری درایو رو شکل داده، یه فیبو میندازی 0 اونجا، 1 اونجا. زمانی که این 38%ش اصلاح شد به شما تایید داده، میتونی اینجا وارد معامله بشی، استاپت رو بذاری این پشت. تارگت هات میشه چی؟ تارگت هات میشه این، تارگت هات میشه این، تارگت هات میشه این. حالا یه مدل دیگه هم که میتونی کار بکنی اینه که توی این الگوی تری درایوی که دارد شکل میگیرد، زمانی که این خط روند شکسته میشود تو بخوای وارد معامله بشی، استاپ بذاری این پشت، تارگتت رو بگیری. این یه تارگت، این 2 تارگت. الگوی برگشتی. اوکی، تو حالت کف هم به همین شکله. اینجوری قیمت برگشته بالا. RSIش چه شکلیه؟ این میشه RD مثبت. این تعریف 2 تا الگوی برگشتی
تری درایو و دبل تاپ و دبل باتم. مثال بزنیم. این یه سقف، این دو سقف، این سه سقف. بارگرایی. سقف سوم کجا اتفاق افتاده؟ تو محدوده 30 تا 70. پوزیشن تو اینجا باز شده، اینجا استاپته، انقدر بهت گین داده. ریسک پریوارد بالای 1 2. قرار نیست حتما روند رو عوض کنه ها، اصلاح ایجاد کرده دیگه. درسته؟ بعد تری درایو بهتون نشون بدم دوباره. ببین این اینجا حالا یه نکته ای داره. این واگرایی اصلا از اینجا شروع شده، حالا اون اصلا در نظر نگیر. سقف 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 سقف. تو اومده تو محدوده بنفش که اتفاق این قرار نیست حتما توی خط باشن ها، یعنی اون بالاتر بودنه و پایین تر بودنه مهمه. اومده گینش رو داده. اینجا دوباره اینو ببین، این تری درایو ببین از اینجا شروع شده، این دیگه حالا مثلا دوتا بین این دوتا قله واگرایی رو داده. اینم قبوله. خیلی پرتکراره و خیلی زیاد اتفاق میفته. حالا اینا همشون جای صحبت داشت که برید نگاه کنید روی پیارزت بودن یا نه ها. میدونی قدرت این که این چقدر بره بالا یا چقدر بیاد پایین بستگی به اون پیارزده هم داره. اوکی. این پس از این دوتا الگو. یه نکته دیگه هم راجع به تری درایو بگم بهتون. این موج آخر ما قرار کوتاه بشود دیگه، درسته؟ این موج آخره قرار کوتاه بشود. معمولا اون فیبو تارگت ما به دست می آوردیم، یه فیبو میندازیم روی این موج آخر. ببین این یه موجه دیگه، 1 2 1 2. با این میتونی 3 رو پیدا کنی. میومدیم یه فیبو 3 نقطه‌ای مینداختیم، یه فیبو هم روی این موج مینداختیم که صفرش اینجا بود، یکش اینجا بود، که لول 1272 1618 و اینا رو روشن میکردیم. معمولا این حتمی نیست، معمولا توی تری درایو ها به این شکل است که شما که روی این موج فیبو بندازی 0 پایین 1 بالا، این سقفه در محدوده 1272 شکل میگیرد. یا مثلا یعنی کوتاه میخواد بشه دیگه، داره میگه این کوتاه قراره بشه، پس به اولین تارگت بسنده میکنن. یعنی تو میخوای پیارزت به دست بیاری توی تری درایو، این لول 1272 لول ارزشمندی است، بهش وزن خوبی بده توی تری درایو. اوکی. این از حالا این دوتا الگوی برگشتی. حالا یه الگوی دیگه رو میخوایم با هم دیگه راجع بهش صحبت بکنیم، الگوی FTR که یکی از ابزارهای دیگر ماست برای شناسایی سطوح استاتیک. میگه آقا ما یه حرکتی رو داریم، قیمت من اومده بالا، یک سقفی رو ساخته، یک SRی رو ساخته. SR چیه؟ ساپورت رزیستنس. یک ساپورت یا یک رزیستنسی رو ساخته، یک سقفی رو ساخته، یک قله‌ای رو تشکیل داده، یک حمایت یا مقاومتی رو ساخته. اومده SR یک رو شکل داده، اصلاح کرده. اومده مجددا اینجا SR دو رو شکل داده، اصلاح کرده و بعد حرکت کرده رفته بالا. پس چی شد؟ ما یه دونه SR یک رو داریم که شکسته شده، SR دو رو داریم که شکسته شده. حالا این الگوی FTR میگه اون چپی که منجر به شکسته شدن SR دو شده است، اون کپی که منجر به شکسته شدن SR2 شده است
در آینده اگر قیمت به اون برسد میتواند نقش حمایتی داشته باشد. تو میای اینجا FTR ها رو، اینو بهش میگن FTR، تو میای روی قیمت FTR ها رو پیدا میکنی. پس شروطش چی بود؟ SR1 SR2 جفتشون شکسته بشن، اون کپی که SR2 رو شکسته. حالا اینجا یه نکته ای هم وجود داره که آقا این SR1 و این SR2 در این نقطه ای که دارند میشکنند باید پرقدرت و با کندل مومنتوم شکسته شوند. اوکی، باید این دوتا سقف پرقدرت شکسته شوند. اون کف میشه الگوی افتیار، برعکسش هم همینه، یک کف یک سقف، یک کف یک سقف. این SR1، این SR2، این پرقدرت شکسته، این پرقدرت شکسته. اینجایی که باعث شده SR2 من شکسته بشود، در آینده اگر بازار من به اینجا برسه میتونه نقش مقاومتی داشته باشه. یعنی تو اینجا یک سطح خوب پیدا کردی، حالا قیمت رسید به اینجا، واگرایی داد، تیری درایو داد، سخت و قلو داد، تریدشون. اوکی، حالا این میتونه مثلا همراه با یک فیبوناچی هم باشد. حالا اینا رو مثال میزنم. این هم میشه الگوی FTR. بریم حالا مثلا یه چند تا نمونه بهتون نشون بدم. تایم فریم مثلا ما بذاریم روی 1 ساعته. خب اینجا رو نگاه بکن، اینجا اومده سقف کف، اینجا سقف SR1 من اینجا با کندل پرقدرت شکسته شد، درسته؟ کف اینجا دوباره پرقدرت شکسته شد، SR2 من. پس این محدوده برای من شد FTR از بادی تا از بادی تا شادو. در ادامه بازار من اگر به اینجا برسه، اینجا رو به عنوان حمایت من میتونم مد نظر داشته باشم. اوکی، دوباره برات مثال بزنم. برم تایم پایین. یه جاهایی رو میخوام که خوشگل باشه، چون مثال برات میزنم قشنگ جا بیفته برام. نزدیکش اتفاق میفته. اینجا خیلی پر FTR ها. من میخوام که واکنش داده باشد که به شما نشون بدم، یعنی بهش رسیده باشه قیمت. تو خیلی ها FTR ها شکل میگیرن، قیمت هیچ وقت هم بهشون نمیرسه. مثلا اینجا SR1 من شکل گرفته، درسته؟ اومده توی این نقطه پرقدرت شکسته، با کندل قوی شکسته. اومده SR2 با بعد شکسته، درسته؟ اینجا این برای من حکم FTR رو دارد. این سطح در آینده ببین یه همچین واکنش. حالا چه موقع واکنشه، چه موقع موج خوبه، اون به چندین تا عامل دیگه هم بستگی دارد دیگه. می‌دونی یه موقع در حد واکنشه، یه موقع هست میاد قشنگ اصلاح میده. مثلا اینجا چون روی این FTR تو هیچ واگرایی اینجا شکل نداده، خب در حد واکنش بوده. ولی اگر بیاد روی این FTR قشنگ اینجا یک واگرایی خوبی نشون بدهد، تو دیگه قشنگ پرقدرت تر. یعنی اینجا از اون گام های ما شاید فقط یکشو داشته باشه، فقط یه دونه FTR داره.
دیگه چیزهای دیگر رو ترکیب باهاش ندارن. اوکی؟ مثلا اینجا سقف این اختیاره، اینجا اومده بهش واکنش نشون میده. بعد دیگه میخوام پیدا کنم که قشنگ براتون خوب جا بیاد. مثلا اینجا ببین، این سقف این کرد، این سقف این کرد، اینو شکست، درسته؟ اینجا میشود اختیار، محدودش. در ادامه میاد اینجا به این واکنش نشون میده. اوکی، اینم براتون جا افتاد. حالا دیگه میریم جلو جلسات، همه اینا رو با هم ترکیبی استفاده میکنیم. یه دور بخوایم یه سریع مروری بکنیم، الگوهای برگشتی کفت و قلو، سخت و قلو، تری درایو رو با هم صحبت کردیم. حتما باید در پیارزت باشن، واگرایی رو داشته باشن. قلق گفتم بهتون چجوری تاییدیه واگرایی رو بگیرید. نحوه استاپ گذاری و تارگت گذاری توی تری درایو گفتیم موج آخر، لگ آخر معمولا 1272 قویه براش، چون قرار کوتاهش بکنه. منطقشون رو صحبت کردیم. الگوی افتیار رو اومدیم با هم دیگه یاد گرفتیم به عنوان یکی از الگوهایی که به ما سطوح استاتیک خوب معرفی میکنند، که حالا صرفا این که اونجا افتیار است دلیل بر معامله نیست. مثل تمام سطوح دیگه‌مون که با فیبوناچی، با سطوح استاتیک، با سطوح داینامیک، با همه اونها که به دست می آوردیم، این یک ابزاری برای پیدا کردن محدوده پتانسیل داره. حالا روی اون محدوده باید ما تاییدیه واگراییمون رو هم بگیریم. اینم از این نکات، حتما مرورشون بکنید. خب رفقا، چند تا ابزار دیگه، چند تا شماتیک دیگه، چند تا همشکلی دیگه رو توی چارت با هم دیگه یاد گرفتیم و حتما اینها رو تمرین بکن. برو تو گذشته بازار بگرد، اینها رو پیدا بکن، واکنش هایی که بازار نسبت به اینها نشون دادن رو ببین، اعتبار سنجی بکن ابزارهایی که دارم بهت یاد میدم رو، و بعد از این جلسه برو از جلسه اول تا این جلسه همه رو یه دور مرور بکن، بعدش جلسه بعدی رو پلی کن. اوکی؟ چون جلسه بعدی میخوایم با هم دیگه راجع به یک استراتژی صحبت کنیم، استراتژی برخورد سوم. هر جایی هستی موفق باشی. مثل همیشه برات انرژی میفرستم. ارادت. میبینمت.